در دفعه گذشته شما معلوم که 10 قاعده 10 اصولی ثروتمندشوی و یا بایشوی را ابراز کرده دنبال و باز از روی شریعت چیکار کنیم که ما توانیم بایگری را به دست بیاریم یا ثروتمند شویم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، در تمام ساحه ها، نه فقط در تجارت بلکه در همه کسب و هنر، علم، هم راهبر هم کارگر از نگاه شریعت باید دو صفت در او یافت شود. کدام آدمی که اگر همین دو صفت در او یافت شود، او حتما انشاءالله در همون ساحه خودش موفق می شود. مثل چیستان گپ میزنید داملو، دو صفت گفتید و اما اون صفت چی باشد؟ انتظار هستیم که جوابش را بشنویم. صفت یکم این متخصص بودن در همون ساحه، استای کار بودن، به درجه عالی و صفات عالی انجام دادن همون وظیفه است. و صفت دوم این امانت نگهداری هست. در همه ساحه ها هر دوش اگر جمع که شد، انسان موفق میشد. اگر یکی این دو صفت ها یافت شود، در این حالت او ناقص است. صفت یکم گفتید متخصص بودن و صفت دیگر این امانت نگهداری گفتید داملو. و این در تجارت های زمینی یا این دنیوی هست، یعنی ما اینا میدانیم. آیا از قرآن و از سنت نیست شما میتوانید به همین گفته هاتون دلیل بیارید که انسان اگر همین دو صفت داشته باشد موفق باشد؟ الله تعالی در سوره یوسف علیه السلام از حضرت یوسف علیه السلام نقل کرد که حضرت یوسف گفتند که اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. وقتی حضرت یوسف علیه السلام از زندان آزاد شدند، به ملیک شاهی همون کشوری مصر گفتند که اجعلنی علی خزائن الارض، مرا بر خزینه های این سرزمین راهبر گذار، تعیین کن. بعد همین دو صفت را بیان کردن، اینی حفیظ علیم. گفتن من برای این مال و این پول، تمام کنزهایی که در کشور هست، این محافظت میکنم. یعنی امانت نگهداری اینجا. بله، امانت نگهداری از صرفه های نادرست و از تمام یعنی ناآمدی ها محافظت میکنم. علیمون در همین ساحه نهایت دانشمند. یعنی خودشون تعریف کردن برای آنکه زمانی بود که 7 سال قحطی به سرشان آمدنی بود. یک کشوری کلان را با همراهی اهالیش از این 7 سال قحطی برای صحت سلامت برآوردن یگان کس مثل یوسف نبود علیه السلام. بنابراین ضرور دانستند و گفتند. و در اینجا ببینید که یوسف علیه السلام حالا وزیر مالیه و اقتصاد، یعنی یک سخنی عادی از جانب یک شخص عادی نیست، از جانب یک پیغمبر، علاوه بر این وزیر مالیوی در همون وقت، بعد این راهبری کل کشور، چون که عرش تحت پادشاهی بعد به دستشون آمد. یعنی این از جانب یک شخص بزرگ. اجعلنی علی خزائن الارض اینی حفیظ علیم. یعنی دلیل آوردن که من برای همین وظیفه مناسب هستم و سزاوار هستم. به چی دلیل؟ حفیظ علیم، امانت نگهدار و در همین ساحه نهایت دانشمند. دلیل دیگر از قصه سلیمان علیه السلام میاریم. سلیمان علیه السلام یک ملک داده شدن که تا قیامت کسی از آن ملک داده نمی شود، به برکت دعایشان که وهب لی ملک لا ینبغی لاحد من بعدی، برای من ملک ده که به یگان کس دیگر نداده باشی. واقعا اون ملکی که الله تعالی به سلیمان علیه السلام داد، حالا همین میثاقی که امروز ما استفاده میبریم همون میثاق زمان سلیمان میگن مفسرین کرام.
با ایشان جنها، شمال، پرنده ها، حیوان ها در اطاعت ایشان بود. ملکشان نهایت با قوت بود. وقتی که به ملکه سبا مکتوب کردند که و اتونی مسلمین، به نزد من مسلمان شده تسلیم شده بیایید و الا سرزمین شما رو خراب میکنم. ملکه به راه برآمد از یمن و ایشان در قدس هستند. تقریبا 2 ماه راه هست میگن، چون 2000 کیلومتر است. یعنی راهی سواره بود در اون وقت ها. راهی سواره با اسب یا شتر. شتر. وقتی که ملکه به راه برآمد به سلیمان علیه السلام خبر به واسطه پرنده ها آمد. هود در قرآن آمده در سوره نمل. بعد حضرت سلیمان در سوره سبا نیز به فکرم در سوره نمل، بله سبا هم در حق یمنی ها و سبعی ها آمدگی است، لیکن این در سوره نمل است. حضرت سلیمان علیه السلام درباره تحت پادشاهی ملکه خبر یافتند. هدهد آمده گفت که ولها عرش عظیم، این زن صاحب عرش بزرگ است. الله تعالی در قرآن خودش را صاحب عرش بزرگ گفته است و همین زن را هم صاحب عرش بزرگ گفته است. سبحان الله. حتی سلیمان علیه السلام با وجود بزرگی مملکتشان همین قدر عرش نداشت، یعنی تحت پادشاهی. چون که بعضی آدم‌ها شاید بای باشد ولی کرسی که میشیند عادی تر است، به کرسی اهمیت دادگی نیست. مثلا بعد ولها عرش عظیم، و صاحب عرش عظیم هست گفت، بزرگ. عرشش برش 20 متر، درازیش 40 متر و یک دام برش 12 متر. یک خانه سر آشیانه یک دام 12 متر است. یعنی بری تحت یمی پادشاهیش 20 متر بود است. درازیش 40 متر، قدش هم بلندیش 40 متر. شما تصور کنید این اینو اول بیاید چیز کنیم، این از در خود قرآن آمده است یا اینکه مفسرها اینا گفتند که مفسرها بیان کردن از اقوال بنی اسرائیل. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، شما از قصه های بنی اسرائیل گفتن گریتیجی که پی ندارد گفتن، مادامی که به شریعت ما زید نبیاید. در اصول فقه قاعده است که شرع من قبلنا شرع لنا ما لم یخالف شرعنا. شرع آنهایی که پیش از ما بودن، شریعت آنها به ما شریعت است مادامی که مخالفت نکنه. بله. خب و ببینید شما عرش 40 متر قدش، حاضر یک دامی مثلا 12 آشیانگه میشد. تصور کنید عرشش چقدر بزرگ است. یعنی اون کرسی که میشیند برآمده در بالاش و همش عبارت از طلا و بعض پایهای و اطرافیانش با نقره و با دیگر سنگهای قیمت بها آرا داده شده است. وقتی که سلیمان علیه السلام درباره همون تحت پادشاهی شنیدن، گفتن که من یأتینی بعرشها، که همون عرشش به نزد من گرامی بیادن به کارمندای خود. جین ها در خدمت بود؟ نه همه اینجا جین های هم بوده. قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک. یک جن افریت نه نام نه، این افریت صفت هست، یعنی جنی نهایت با قوتی پرنشاد، یعنی بردمی نهایت بردم با قوت. انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک، من همون عرش گرام میبینم پیش از اون که از جات خیزی. تصور کنید یعنی از مسافه 2000 کیلومتر حاضر مثلا از همه پرقوت ترین کشوری دنیا از 2000 کیلومتر در چند دقیقه یا ساعت گرام بیاد یک عرش 40 متر را 40 به 40 20 در همین زمان با هواپیماها و با تکنولوژی پیشرفته. گفت که من تا مدتی که شما از جایتان برمیخیزید میبیارم. بعد حضرت سلیمان علیه السلام میگه معقول نشد این پیشنهاد. یعنی این با کارمندانشون پیشنهاد کردن که کی میبیارد؟ گفت که من میبیارم. مدتش همین که تا حجات خستنه، یعنی همین کمی که به سلیمان علیه السلام بسیاری کرد. از این هم تیزتر باید که آورده شود. قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. گفت آنی که در نزد او علمی از کتاب بود، این آدم بود، این جن نبود، اینش دویمش. این علمی
اسم الله الاعظم رو میدونست. گفت که من میبیارم پیش از آن که میجه تو به خودش برگردد، یعنی میجه زده کشودانه، در همین یک میجه زدن میبیارم. و به سخنی اون عفریت اگر نظر کنیم، او گفت که من پیش از آن که شما از جایتون میخیزید میبیارم. گفت تو در دوام سخنش گفت که و اینی علیه لقوی امین، و من به همین کار قوی، یعنی او علیم نگفت مانند حضرت یوسف دانشمند نگفت، تو قوی گفت، چون که این هنر، این در همین هنر من با قوت، یعنی متخصص درجه عالی، قوی امین، امانت نگهدار در راه، یعنی اون تیلوی نمیدوزد، اگه اونجا کم نکرده میبرد. یعنی من همین چیز پرسیدنی بودم و شما اینجا همین دو صفت، یعنی همین دو صفت جین به سلیمان علیه السلام همچون دلیل ذکر کرد که من قوی هستم و امانت نگهدار هستم. اون تکرار مانند به سخنهای یوسف علیه السلام، یعنی وی هم همین چیز در نظر داشت. سلیمان علیه السلام ببینید در اینجا یک نقطه دیگر است. اون جین که در مدتی درازتر میبیارم گفت قبول نکردن، این سه قبول کردن که در یک میجه زدن میبیارد و این یگان افسانه نیست. مرحمت به قرآن برگردن، خاصتا آنهایی که هوادارانی ترجمه های قرآن هستند برگردن. خلاصه حضرت سلیمان علیه السلام دو کارگر است، به یک وظیفه باید تعیین کنند. اگر کارگری درجه پایانتر مانید، اگر کار به صفت عالی نمیشد. از نگاه شریعت اگر دو آدم باشد به یک وظیفه، یکیش بهاش 100 است، یکیش 95 است. اگر شما 95 به وظیفه مانید، سزاوار نمانده خیانت کردید. یعنی شما اگر راهبر باشید به همین وظیفه باید متخصص ترین آدم کی باشد همون مانند کار. اگر از وی پایانتر مانید به الله، به رسولش، به مسلمانان خیانت کردگی حساب میشد. برای چی این پیشروی پیش میگیرد؟ چون که ما کادری متخصصی درجه عالی را به وظیفه نماندیم در این صورت. بنابراین ملک سلیمان علیه السلام تا حاضر یعنی همچون ضرب المثل استفاده میشد. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم یک روز در مسجد نبوی وقتی نماز بود کمتر حرکت ها کردن، حرکت های بیرون از نماز. صحابه پرسیدن که یا رسول الله ما شما دیدیم که کمتر حرکت هایی کردید که عادتا در داخل نماز چنین حرکت نمی کردید. گفتند به نزدم ابلیس آمد، گفتند شیطان. او را از زبانش قپیدم حتی دستام تر شد. گفتند خواستم که به ستون مسجد نبوی بندم تا اینکه کودکان مدینه آمده با این ابلیس بازی کنند، یعنی او را تحقیر کنند. لیکن سخنی برادرم سلیمان علیه السلام به خاطرم آمد. و هب لی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی، برای من یه ملک ده که بعدی من به یگان کس نداده باشی. از جمله ملک سلیمان این جن و دیوها مسخر به ایشان بود، در اطاعت ایشان بود، در خدمتشان بود. اما دوملو ببینید اینا ما آنهایی که ایمان آورده ایم به این چیز اعتقاد داریم، یعنی باور میکنیم. اما این لحظه دیگر نفرانی که ما رو تماشا میکنند میگن که دوملو افسانه بیش نمیگوید. دیگر اگر دلیل ها داشته باشد شاید از حدیث هست اون بیان کنید تا که او دیگران نیز قانع شوند. حالا دو دلیل از قرآن آوردیم. یکی از یوسف علیه السلام که واقعا صاحب ملک و صاحب عرش و صاحب تحت پادشاهی شدند و وزارت بود در ابتدا در دستشان، پیغمبری الله تعالی بودند و موفق بودند. بله اینش قبول است، علیه السلام اینش قبول است دوملو پیش شما. اما آن قصه سلیمان علیه السلام نه به همه من در نظر دارم آنهایی که ایمان نآوردند آنها این قبول کرده نمیتونن، چون که شما اونجا مثل افسانه این حال نقل کردید که هر چیزی که گفتیم عرش بزرگ است. بله دلیل عقلی. ما اصلا درباره آموزشی بیزنس گپ زده ایستادیم. از نگاه عقل هم اگر کدام آدم همین دو صفت داشته باشد در تجارت، در کسب و کار، در تمام کارهایش وای موفق میشه و خلاص ان شاء الله. ان شاء الله. خب
دو دلیلی که آوردیم از دو بزرگان بود و سیومینش از جبریل علیه السلام. ببینید الله تعالی حضرت جبریل را در قرآن چگونه وصف کرد. گفت که ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. جبریل ذی قوه، صاحب قوت هست، نیرومند است، عند ذی العرش مکین، در نزد صاحب عرش، در نزد الله تعالی نیرومند است. یعنی ببینید جبریل فرشته ها نهایت مخلوقات زیاد هستند. هر روز 70,000 نفر آنها در آمده در بیت المعمور طواف میکنن تا روز قیامت دیگر نوبتاشون نمیبیاد. یعنی این حساب کرده نمیشه دلکه چقدر بسیار هست. از بین همه قدر فرشته ها الله تعالی جبریل را سیدی فرشته ها گردانید. برای چی؟ ذی قوه، برای اون که در کارهای خودش متخصصی درجه بلند. از جبریل دیده دیگه فرشتی با قوت نیست. ذی قوت، نیرومند، عند ذی العرش مکین، در نزد الله تعالی مکانت دارد، آبرو دارد. برای چی؟ برای اون که متخصصی درجه عالی است. یک طبیب حالا از دنیا گذشته است، در جراحت نهایت متمکن و متخصص، حتی وقتی که یکی از شاههای دنیا را جراحت میکند، در حال بعد اینکه از جراحت صحت سلامت میبراید برایش جنسیه میدهد، یعنی شهروندی کشورش میدهد تا حاضر فرزنداش، یعنی در زندگی عالی زیستو زندگانی دارند. یکی از فرزنداش حاضر کلینیک های مخصوصی خودش دارد. یعنی وقتی که در یک ساحه به درجه بلند میرسد، البته این ضایع نمیشد انشاءالله. ببینید جبریل را الله تعالی که ذی قوت عند ذی العرش مکین، در نزد الله تعالی آبرو دارد جبریل، برای اون که قوت دارد. در دوامش فقط قوت نیست، ببینید ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع، در آسمان ها مطاع هست، همه فرشته ها اطاعت میکنن. مطاع ثم، در آسمان ها یعنی اون شخصی مطاع هست، همه او را اطاعت میکنن دیگر فرشته ها. ثم امینون، جبریل امانت نگهدار است، یعنی هم متخصص است و هم امانت نگهدار است، هم نیرومند، در ساحه خودش متخصص، با قوت و امانت نگهدار است. این رد به آن فرقه های گمراه که میگن که جبریل خیانتکار است، میگن نعوذ بالله، میگن که جبریل وحی آورد و به علی نداده به محمد داد، میگن جبریل را خیانتکار میگن. الله تعالی در قرآن کریم جبریل را امین گفته است، امانت نگهدار است. امانت نگهدار است. آخر اگر جبریل خیانت کند مگر الله تعالی بیخبر میموند از این رفتار جبریل؟ ببینید من جبریل سیدی فرشته ها، سلیمان علیه السلام، من نمیدونم یگان کسی که ملکش از ملک سلیمان علیه السلام عالی باشد، و حضرت یوسف علیه السلام هم. و الله تعالی اینا مخلوق هستند، خالق است، خالق تمام مخلوقات است. میگوید که صنع الله الذی اتقن کل شیء، این ساخت الله تعالی هست که همه چیز را در درجه عالی، استوار، محکم، به صفتی عالی ترین و کمال آفریده است. صنع الله الذی اتقن کل شیء، تمام چیز را در درجه عالی آفریده است. یک مثال از خود انسان، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسانیت را در بهترین صورت آفریدیم گفت. و درباره آسمان ها گفت که الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، الله تعالی ذات است که آسمان ها رو بدون ستون هایی که شما میبینید آفرید. یعنی شاید ستون دارد شما نمیبینید، شاید ندارد، بدون ستون هایی که شما میبینید آفرید. این صنعتکاری، قوت الله تعالی رو نشان میدهد. و الله تعالی خودش هم با دوست میدارد. در حدیثی که حضرت ابو هریره روایت کردند آمده است که پیامبر علیه السلام فرمودند که ان الله یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنه، الله تعالی دوست می‌دارد. ببینید برادرها، اهمیت دهید که الله تعالی دوست می‌دارد اگر یکی شما یک عمل را کند ان یتقنه، به درجه عالی کند.
ба қавли мардуми мо сарамдилам накунад. яъне аз сидқи дил, аз сидқи дил агар ҳамун хоҳ тиҷораташ аст, хоҳ ҳамин дӯконаш аст, хоҳ табиб ҳаст, дар кадом соҳа бошад, аз сидқи дил итқон, яъне муҳкам ба дараҷаи олӣ устонкорона иҷро кунад, аллоҳ таоло дӯст медошт аз ҳамин кора. ҳамин як чизи дигар домло, амонатнигаҳдорӣ ку иншаллоҳ агар ки инсон бо имон бошад, амонатнигаҳдор мешавад, яъне аввал бо виҷдону бо имон. вале он як сифати дигаре ки шумо гуфта гузаштед, сифати мутахассис будан. ин бо кор кардану бо яъне ки тез намеояд ба инсон, яъне ки инсон бояд меҳнат кунад то ки самараи ана ҳамин мутахассисия ба даст биёрад. инаш шумо чӣ тафсил мекунед домло? яъне ки амонатнигаҳдорӣ иншаллоҳ мешавад, аммо мутахассисиро чӣ хел ба даст биёрад? мутахассисиро масалан агар ҳоло аллакай дар ҳамин соҳа кору фаъолият дорада, барои пурқувват кардани тахассусаш ва барои боз ҳам олӣ шудани сифати кораш илм омӯзад. бале, ман имрӯз дар дасташ телефон ҳаст, метавонад барои олӣ кардани ҳамин соҳа, кадом соҳа набошад, чӣ кор бояд кард, савол монад, баъд ҷавобҳоро омӯхта ҳаминро иҷро кунад, тахассусашро яъне қувват диҳад. мо вақте ки нав шурӯъ кардем масалан даъват кардан ба шариат, амри аллоҳ таолоро барои расондан, он вақтҳо касета буд. бале, яке ҳамун касетаи қабда намешнид ку, диск буромад, диск бигузаштем, флешка буромад, флешка бигузаштем. ина интернет ё масалан худи моям, яъне дар ибтидо телефонҳо набуд. бале, ҳар рӯз як функсияи нав мебурод, як телефони нав мебурод ва бо таълим гирифтан дар кор. агар не ҳамин кӯҳна ки мешинам гӯед мемонед, пеш намерид. бояд ҳар одам дар ҳамун соҳае ки ҳаст худаша обу тоб диҳад, сабзонад, холӣ нашинад. боз чӣ кор кунам ки яъне сифати корим олитар шад. манам мисол одамое ки программаҳои истифода мебарам, барномаҳоро, ҳамун барнома кӯҳна мешад. бале, ҳамахел. барнома ки кӯҳна шуд, аллакай бо наваш таълим гирифтанаш дар кор, то ин ки баробари замона ё пештар аз замона равад. пештар ку намешавад, баробари замона иншаллоҳ меравад. ривоят аст ки мегуфтанд ки аллиму авладакум ғайра замани алладӣ таишуна фӣ. шумо фарзандотонро ба як замонае омода кунед ки ғайри замонае ки зиндагӣ мекунед, яъне пештара фикр карда омода кунед онҳоро. бале, чунин аст. айнан ҳамин чиза мехостем аз шумо шунавем домло, чунки он мисолҳое ки шумо пештар иброз кардед ва овардед, он бо қудрати аллоҳ таоло ба баъзе ашхос ё ки баъзе дӯстдоштаҳои аллоҳ таоло дода шуд. ва ин сифате ки ин лаҳзаҳо шумо гуфта гузаштед, ин аллакай барои мутахассис шудан, яъне инсон бояд ки меҳнат кунад то самараша бубинад.